افسانه سه تاری مویهای طلایی. یک زنی بیچاره پسرچه تولد نمود. به نزد او یک زنی افسونگری خوب آمده بگفت: پسرت در کردهش تولد شده است. او دارای بخت بلند است. وقتی که به سن 14 سالگی می رسد، یک شاه دختری را به زنی خواهد گرفت. همان زمان این خبر در تمام شهر آوازه شد. آوازه تا به گوش پادشاه هم رسید. پادشاه نمیخواست که دخترش به آدمی کمبغل برسد. او به نزد همان زن کمبغل آمد. خود را آدمی خوب وانمود کرد و خواهش کرد که پسر را به تربیه پادشاه بدهد. زنی بیچاره فکر نموده به خلاصه آمد که خوشبختی پیش گفته شده عملی شده ایستاده است. پسرش را به پادشاه بداد. پادشاه راست به پیش دریا آمد و گوهره را به آب پرتافت. خودش باشد با دل آرام به خانه‌اش برگشت. گوهره باشد به تک آب نرفت، آن را آسیابان بداشته به خانه‌اش آورد. زنی آسیابان بسیار هم شاد بشد برای آنکه خودشان فرزندی نداشتند. از بین 14 سال گذشت. روزی از روزهای پادشاه به شکار برآمد. ناگاه رعد و برق بزد و پادشاه به آسیاب درآمد تا اینکه تمام شدن رعد و برق را انتظار شود. صاحبان آسیاب شاد شدند و او را مهمانی نمودند. به میز آنها پسرک خدمت می رساند. پادشاه پسر این خاندان را تعریف کرد، لیکن آسیابان و زن او بگفتند: او پسر ما نیست، ما او را از دریا داشتیم. پادشاه زود درک نمود که این کدام پسرک است و خواهش نمود که او مکتوبی را به ملکه برده رساند. پادشاه به عوض این وعده داد که 2 تنگه طلا خواهد داد. در آن مکتوب باشد نوشته شده بود که شخصی را که برایت مکتوب را آورده رساند امر نمود که او را به دار آویزند. جوان مکتوب را گرفت، لیکن او در جنگل راه را گم نمود. شب می شد. وقتی که او روشنی خانه را بدید، در آن خانه راهزنهای خشمگین زندگی می کردند. جوان به آنها بگفت که مکتوبی را به ملکه برده ایستاده است، اما راه را گم کرده است و برای شب را در همین خانه راهزنها روز کردن از آنها اجازت پرسید. راهزنها به او رحم نمودند، او را به خانه‌شان دعوت نمودند. لیکن وقتی که او را خواب برد، راهزنها مکتوب را بخواندند. راهبری راهزنها گفت: بچه می رود، جان بیگناه به مردن. کنی بیاید در مکتوب یگان چیزی دیگر نویسیم؟ راهزنها انا همین طور هم کردند. مکتوبی کهنه را سوزاندند و مکتوبی نوی نوشتند. در مکتوب به ملکه فرمان دادند که همین که او مکتوب را گرفت، همان ساعت شاه دختر را به جوان به شوهر دهد. ملکه همین طور کرد. وقتی که پادشاه به خانه‌اش برگشت، او خشمگین شد. او جوان را به جهنم فرستاد و امر نمود که از آنجا 3 تار موی طلایی از بالای سر خود جن دسترس نماید. جوان بحث نکرده به راه برآمد. او تا به شهری کلانی رسید. تو چی را میدانی؟ بپرسید از او پاسبان راهی او را داشته. همه چیز را جواب داد جوان. این خیل باشد کنی بگوی برای چی از فواره ای که از او شراب میریخت حاضر از آن آب هم نمیریزد؟ البته جوابش رو میگویم، لیکن در بازگشت جواب داد جوان. در شهر دیگر
پاسبان از او پرسید که برای چی از درختی سیبی که سیب‌های طلایی داشت سیب‌هایش گم شدند. به این سوال هم او وعده داد که در بازگشت جواب خواهد گفت. او به نزد دریا آمد. کشتیران که آدمان را از یک کنار دریا به کنار دیگر می‌گذراند از او پرسید: برای چی من وظیفه دارم که تمام عمر آدمان را از یک طرفی دریا به طرفی دیگری دریا گذرانم؟ جوان به او هم وعده داد که در بازگشت به این سوال جواب خواهد داد. کشتیران او را هم گذراند و جوان به جهنم درآمد. جین در خانه‌اش نبود، لیکن بیبی پیری او در کرسی کلان نشسته بود. تو برای چی قدم به اینجا مانده ای؟ پرسید او از جوان. برای من 3 تاری موی و جواب 3 سوال لازم است، جواب داد جوان. بیبی وعده داد که به او کمک خواهد کرد و او را به مورچه مبدل ساخت. جین به خانه‌اش آمد و خوراک خورد، نوشید و خواب رفت. بیبی به نزد او نشست. همین که او را خواب برد، بیبی از بالای سرش 1 تاری موی را کند. تو چه کار داری؟ داد بزد جین. من خواب دیدم که آب فواره‌ای که شراب میداد خشک شده است. او تماما خشک نشده است. گفت جین. آنجا در تگ سنگ 1 قورباغه نشسته است که راه آب را بسته است. جین را باز خواب برد. بیبی باشد باز 1 تاری موی او را بکند. باز چرا در خوابت بدیدی؟ داد زد جین. در خوابم دیدم که درختی که سیب طلایی میداد خشک شده است. او خشک نشده است، تنها ریشه آن را موش خورده ایستاده است. و باز او را خواب برد. لیکن بیبی تاری 3 موی او را بکند. باز چرا در خواب دیدی؟ من کشتیرانی را دیدم که نمیداند کی خدمت او به آخر میرسد. خدمت او به آخر خواهد رسید همان وقتی که او به کسی دیگری تواند که چوب کاریش را بدهد. دیگر من را از خواب بیدار نکن. جین را خواب برد. بیبی او باشد مورچه را باز به آدم تبدیل داد و به او 3 تاری موی را بداد. جوان به او مینداری بیان نموده به خانه‌اشان روان شد. برای مصلحت کشتیبان او را از یک کنار دریا به کنار دیگر گذراند. در شهری که درخت سیب می روید با مصلحت جوان موش را پیش نمودند و در همان مورد در درخت سیب‌های طلایی پیدا شدند. شهروندان خوشبخت برای این به جوان 2 خری که خورجین‌هایشان پر از طلا بودند بدادند. در شهر دیگر با مصلحت جوان قورباغه را پیش نمودند و همان زمان از فواره شراب بریخت. به جوان برای این 2 خری دادند که خورجینشان پر از طلا بود. وقتی که او به دربار آمد و 3 تاری موی را آورده داد، پادشاه بسیار هم حیران بماند. وقتی که خلطه های طلا را بدید یک بارتر حیران شد و پرسید که آنها از کجایند. جوان گفت: من این طلاها را از کنار دریا گرد آوردم، آنجا خاکش از طلاست. پادشاه خسیس پرسید: من میتوانم که از آنجا طلا بگیرم؟ البته، جواب داد جوان. آنجا کشتیبانی هست که به طرف دیگری دریا آدمان را میگذراند. جوان نقل کرد که چطور به آنجا رفتن ممکن. پادشاه همان زمان به طرف دریا شتافت. کشتیبان پادشاه را به کشتی سوار نموده به دستش چوب کاریش را بداد. پادشاه چوب کاری را گرفت. کشتیبان باشد همان زمان گریخت. از همان وقت این جانب پادشاه از یک ساحل به ساحل دیگر می رود. شاید تا امروز هم او در همان جا مهنت نموده ایستاده باشد. کی از دست او چوب کاریش را می گرفته باشد؟ از همان روز سر کرده جوان و شاه دختر باشند خوش و خوشبختانه زندگی می کردند و از همدیگر جدا نمی شدند.
ана ҳамин буд афсонаи имрӯзаи мо. шоду хӯрам бошед